اونایی که فکر میکنن انیمیشن فقط مال بچه ها سخت در اشتباهن، چون شوخی هایی توی این انیمیشن ها وجود داشت که وقتی بچه بودیم متوجه منظورشون نمیشدیم، اما حالا که یکم سن و سالمون رفته بالا و متوجه یه سری از چیزا شدیم میفهمیم که منظور این انیمیشن ها دقیقاً چی بوده. بریم سراغ این 7 شوخی تا ببینیم واقعاً وقتی بچه بودیم چه شوخیایی رو از دست دادیم. اولی انگار باب اسفنجیه. اختاپوس. خود باب اسفنجی دماغش شدی. What یعنی چی؟ ببین باب اسفنجی رو از زیر زمین کشید بیرون، خب، و ما فکر می‌کردیم که اون دماغ باب اسفنجیه. طبیعتاً باید دماغ باب اسفنجی میشد، ولی دماغش سر جاشه. یعنی اصلا نمیخوام راجبش صحبت کنم. یعنی چی آخه؟ خرچنگی از کجا گرفتی خرچنگ؟ این رتبه 7 بود. ترجیح میدم هیچی نگم و از این سکانس بگذرم. باب اسفنجی خیلی نکات دارکی داشت بچه‌ها، اینقدری که کشورها مثلا میومدن یه نسخه مخصوص کودکان میساختن اونو پخش میکردن. یه چند تا نمونهش رو با هم ببینیم. مثلا خون، پاتریک داشته خون میخورده، پشما. و تصویر بعدی آجی این چه سمیه؟ این اینو دیده بودم قبلا که تابوت رو نشون میدم ولی کردنش تخت خواب. کسی این قسمت رو دیده؟ راجب چی بود؟ ببین تصویر سمت چپ نسخه کودکانه و تصویر سمت راست نسخه اصلیه که منتشر شده، اما کشورها اومدن یه تصویر سمت چپ رو خودشون درست کردن واسه بچهای کشور خودشون که خشن بار نیاره. انیمیشن بعدی انیمیشن شرکه. توی این سکانس ما وقتی اولین بار این دیالوگو شنیدیم متوجه نشدیم که منظور شرک چیه. خب توقعتون از یه بچه 8 ساله چیه؟ اینجا شرک میگه که اون پادشاه کوتوله بود، اسمش رو نمیدونم، لورد فارکواد بود فکر کنم. لورد فارکواد چه برج بلندی درست کرده. بعد رو به خری میکنه میگه که شاید میخواسته با این برج بلند یه جبران کوتاهی یه جای دیگه شو بکنه. خب ما حتی اگه بچه بودیم و اینو میفهمیدیم فکر میکردیم که منظورش قد لورد فارکواده، درسته؟ خب قد کوتاه بود دیگه. اما شرک تا این لحظه اصلا لورد فارکواد ندیده بود. یعنی که ندیده یه طعنه زد به لورد فارکواد و بهش گفت که با این برج میخوای کجا تو بپوشونی؟ این برج بلند کوتاهی کجا تو میخواد پوشش بده؟ و خب این همچین عجیب نبود. قبلا اینو دیده بودم و من تو بچگی فکر کردم منظورش قده. بعیدم نیست که منظورش قد باشه. خب نمیدونم. البته شرک آدم خیلی خوبی. بعدی انیمیشن راتاتویی، موش سرآشپز توی ایران دوبله شده یا ترجمه شده به موش سرآشپز. و توی این انیمیشن صحنه‌ای که شخصیت اصلی داستان میخواد بگه که من یه موش تو کلام دارم، یعنی که این موشه آشپزی میکنه من آشپزی نمیکنم، رو به اون دختره میکنه میگه که من یه راز کوچیک دارم. و خب چیز طبیعیه، موش چیز کوچیکیه و راست گفته. اما جایی عجیب میشه که وقتی کلمه کوچیکو میگه ما یه لحظه استاپ کنیم. کجا رو نگاه میکنی خواهر من؟ اصلا چی؟ اصلا باید چی باید بگه که یه چیز کوچیک؟ کی میگه من چیزم؟ آخه ما بچگی معصومی داشتیم دیگه، توقعتون چی از ما؟ بعدی انیمیشن انگری برز کلن داستان زیاد داشت. یعنی من چون که چند وقتی اومده، بچه نبودیم تقریبا دیگه، چند سال پیش دیدیم اینو، یه سری نکته خیلی ریز داشت که من همونجا هم متوجه شده بودم. حالا ببینیم این نکته چی بوده، شاید هم ندیده باشم. Okay, big stroller kids, that sucks. Made all you guys look like idiots. You know what we gotta do? We start replacing those kids
Ladies, get busy! We're gonna be laying some eggs. ببین خیلی از سکانس ها توی دوبله اصلا معلوم نمیشه منظورش، کلا دوبله رو عوض میکنن. حالا یه نمونهشو میذارم ببینیم که توی دوبله چی میگه، توی زبان اصلی چی میگه. اما اینو من توی دوبله متوجه نشده بودم و میبینیم که وقتی که اون خوکای سبز میان تخم انگیری وردا رو میدوزن، همه یه ایده میدن که چجوری این تخما رو برگردونیم. اون انگیبر سریع، اون زرده میاد یه ایده جالب میگه که خب حالا که تخما رو دزدیدن اشکال نداره، خانوما بیاین تخمای بیشتری بذارید. خب تا اینجا که یه پیشنهاد منطقیه و همچی مشکل خاصی نداره، ولی اکتی که نشون میده رو ببینید شما. Ladies, get busy! We're gonna be laying some eggs tonight. چیه این الان این کارا چیه میکنی آخه؟ بعدی انیمیشن ماداگاسکاره. من ندید بهتون میگم که ماداگاسکار تنها نکته زیرپوستیش اون پنگوانا بودن. اون پنگوانا خیلی بریم ببینیم. I can leave. Rika, you've had your fun. Oh, up. You down. Can't leave now. You just want to kiss the ground. Just a little peck. A smooch like you're kissing your sister. I take it. آجی شد من اینو دوبله دیده بودم تا جایی که یادمه اونجا حین سقوط هواپیما میگفت که مثلا سعی کن هواپیما رو آروم فرود بیاری، بعد که میکوبید زمین میگفت که گفتم آروم. اما توی نسخه انگلیسی داره یه چیز دیگه میگه، داره بهش میگه که یه جوری هواپیما رو فرود بیار که انگار داری خواهرتو میبوسی. حالا اینکه چرا خواهرتو میبوسی ولش کن. بعد از اینکه اون یهو هواپیما رو میکوبه زمین، یعنی نابود میکنه قشنگ، بهش میگه که گفتم فقط ببوس. داداش من میدونستم هر چی باشه زیر سر این پنگواناست، ولی این پنگوانا حق داشت رتبه 1 رو به این بدن. حاجی این از همون اول که گفت خواهرتو ببوس اصلا یه داستان بود. حالا هیچی نمیگم دیگه، بریم بعدی. انیمیشن ماشین ها. انیمیشن ماشین ها خب ماشینن طبیعتا، نباید نکته های عجیب غریبی داشته باشه، اما داره. توی سکانسی که مک‌کوین با اون دختر آبیه، ماشین آبیه، میرن دور میرن که بگردن کم، ماشین آبیه جلوتر از مک‌کوینه که اصلا منطقی نیست، مک‌کوین باید جلوتر میشد. حالا میگیم اون راهو بلده فنا. اینا از تو چاله ها رد میشن، یه مثلا چاله های آبی هست که اینا از توش رد میشن، یهو یه چیزی مثل گل میپاشه تو صورت مک‌کوین. خب چرا یه چیزی مثل گل؟ چون که گلی وجود نداشت توی جاده. بچه‌ها ببینین از رو آب رد شد. خب هیچ چاله گلی وجود نداره، یعنی از رتبه 1 چیه؟ نمیدونم رتبه 1 قراره چی باشه. این من هر چی بگم به دارک واقعیت افزوده میشه و سعی میکنم که اصلا فقط گذرا بگذریم از انیمیشن. آره و بالاخره رتبه اول که خدا کنه گند نزنه تو خاطراتمون، بریم ببینیم که چیه. رتبه اول دوباره باب اسفنجیه و احتمالاً باب اسفنجی نمیتونه خاطرات ما رو خراب کنه. حالا ببینیم که چی میشه. خب باب اسفنجی رو میبینیم که داره تلویزیون تماشا میکنه. وقتی که گری میاد پیش باب اسفنجی، اون هول میکنه و کانال عوض میکنه. تا اینجا که اوکی. توی فریمای سریع ما هیچی ندیدیم، یعنی که فقط دیدیم باب اسفنجی کانال عوض کرد. اما داشت چی تماشا میکرد که کانال عوض کرد؟ بریم ببینیم. اگه یکم آهسته کنیم تصویر رو، این چیه؟ نمیدونم حاجی، یه گیاه دریایی انگار که و سولاخ توش داره. گیاه یه سولاخ. حاجی من نمیتونم اینقدر خراب کنم این انیمیشن رو. اصلا من با اینا بزرگ شدم، یعنی همه دهه 80 با اینا بزرگ شدیم. چجوری
آقا دمتون گرم که تا آخر ویدیو تماشا کردین و منو تحمل کردین یه جورایی و اینکه ازتون ممنونم. اگر خوشتون اومد از ویدیو، یعنی که اگر که خوشتون که نیومد یا رید خاطراتتون واسه چی خوشتون بیاد، اگر که فاتحه خاطراتتون خونده شده یه لایک تو این ویدیو بزنید که من بدونم که گند زدم به زندگی کیا، و اگر دوست داشتید پارت دومو ببینید حتما تو کامنت ها بگید و تا یه ویدیو دیگه کپتونی بمونید.